جواب توهین دیگران را با 3 روش بدید. دوست خوب من، اگر فردی به شما توهین کرد، ناسزا گفت، شما را تمسخر کرد، شما را پایین کشاند، با 3 روش جوابش را بدید. 1. نادیده گرفتن و توجه نکردن به سخنان توهین کننده. این بدترین ضربه است که شما می توانید به اونها بزنید. انسان قوی زمانی که با توهین مواجه می شود، روبرو می شود، هرگز جواب نمی دهد. سکوت شما چنان ضربه مهلک، سخت و محکم به طرف مقابل می زند که تمام گزارهای ذهنیش گسل می خورد و می شکند. پس شما به عنوان انسان دانا، با درایت و خردمند، کسی که به شما توهین کرد هرگز جوابش را ندید، نادیده بگیرید. این ضربه جبران ناپذیر به ذهن طرف مقابل شما وارد کردید. 2. جواب توهین کننده را با بالا کشیدن خود از آن طیف بدید. مثلا اونها در یک طیف ذهنی است، مثلا مدیریت هستند، مدیر به شما توهین کرده است، شما بروید رئیس شوید. این بزرگترین جوابی است که می توانید به آن بدید. سطح خود را بالا بکشید. هرگاه سطحتان را بالا کشیدید، آنگاه می توانید آسیب زیادی به طرف مقابل از بود ذهنی وارد کنید. شما دوستان در نظر بگیرید یک ساختمان 100 طبقه‌ای را، منزل اول و دوم تا 5 مگس وجود دارد، پشه وجود دارد و سر و صدای محیط وجود دارد، ولی در منزل آخر که شما باشید دیگر نه پشه میتواند بیاید، نه مگس میتواند آزارتان بدهد، نه سر صدا میتواند بیاید. شما پشت ابرها هستید. چنان خود را بالا بکشید که این موارد دیگه جرأت نکند در مورد شما حرف بزند. خود را بالا بکشید، سطحتان را بالا بکشید، موفقیتتان را بالا بکشید، آنگاه به سطح سطوحی مرتفع میرسید. 3. نکته که بسیار مهم است، کسی که به شما توهین می کند خود را از این فرد بگیرید. گاهی اوقات بزرگترین ضربه‌ای که انتقامی که می توانید شما از دیگران بگیرید، خود را از طرف مقابل بگیرید. دیگر در دسترسش نباشید، دیگر برش بها ندهید، دیگر برش ارزش ندهید. دوست خوب من، اگر بهای یک فردی 2 واحد است، شما 5 واحد برش بها بدهید، مجبور هستید 3 واحد دیگر را از جیبتان پرداخت بکنید. خود را از طرف مقابل بگیرید. چنان ارزش باشید که گرفتن خودتان از طرف مقابل بزرگترین ضربه به طرف مقابل باشد. بنابراین دوست خوب من، اگر کسی به شما تحقیر کرد، ناسزا گفت، رکیک‌گویی کرد، با 3 روش انتقام بگیر. 1. سخنانش را نادیده بگیر، خودت را بالا بکش. 3. خودت را ازش بگیر. آنگاه طرف مقابل میفهمد که نباید در آینده این کار را انجام بدهد. یادتان باشه دوست خوب من، توهین کننده فرد ضعیفی است، فرد بدبختی است، فرد تهی مغزی است، فرد ناعاقلی است، چون توهین کرد. انسان خردمند توهین نمی کند. انسان دانا بلکه با برنامه پیش می رود. هرگز رکیک‌گویی و زشت‌گویی نمی کند. شما تمام رهبران بزرگ دنیا رو ببینید، حتی دشمنان خود را که هزاران نفر از این تو طرف کشته شده است، ولی به یکدیگر توهین لفظی نمی کند. شخصیت فرد را هدف قرار نمی دهد، بلکه فقط با استراتژی عمل می کند. شما به عنوان یک انسان خردمند با استراتژی، با هدف، با برنامه، با پشتکار و با آینده نگری به سمت پیش حرکت بکنید. جا دارد که از حمایت های شما سپاسگزاری نمایم. شما انسان های با درایت